اگه هر روز بعد از سر کار برای 20 تکرار این حرکت رو انجام بدی، پاهات حسابی ریلکس میشن و گردش خونت بهتر میشه. حالا اگه برای 20 تکرارم حرکت البو تو البو رو انجام بدی، فشار از روی گردن و پشتت برداشته میشه و ریلکس میشن. بعد اگه دقیقاً مثل من این حرکتم برای 20 تکرار انجام بدی، لگن و کمرت حسابی سبک و راحت میشن. و در نهایت اگه این حالتم برای هر طرف 20 ثانیه نگه داری، دیگه نشستنهای طولانی مدت سر کار برات مشکل ساز نمیشه. اگه هر روز بعد از سر کار برای 20 تکرار این حرکت رو انجام بدی، پاهات حسابی ریلکس میشن و گردش خونت بهتر میشه. حالا اگه برای 20 تکرارم حرکت البو تو البو رو انجام بدی، فشار از روی گردن و پشتت برداشته میشه و ریلکس میشن. بعد اگه دقیقاً مثل من این حرکتم برای 20 تکرار انجام بدی، لگن و کمرت حسابی سبک و راحت میشن. و در نهایت اگه این حالتم برای هر طرف 20 ثانیه نگه داری، دیگه نشستنهای طولانی مدت سر کار برات مشکل ساز نمیشه.